شروع از سنه 2 اپریل ماه شریف رمضان آغاز می شود. در این باره مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان در جلسه نوبتی شورای علما را که سنه 29 مارس برگزار نمود اعلام کرد. حاجی حسین موسی‌زاده رئیس شورای علمای دینی ولایت سوق تاکید نمود که موافق دلایل علمی و در اساس خلاصه انستیتوت استروفیزیک اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان امسال ماه مبارک رمضان در کشور روز شنبه 2 اپریل فرا می‌رسد. روز سه شنبه گذشته روز 22 ماه مارس در شهر دوشنبه مجلس وسیع شورای علمای جمهوری برپا گردید. در آنجا یک چند مسئله ها بررسی گردید. از آن جمله تعیین ماه مبارک رمضان، فدیه، صدقه فطر، زکات و دیگر مسئله های شرعی که اوید به ماه مبارک و عبادت است. اولی ماه مبارک رمضان موافق حساب علمی فلکشناسی معین کرده شد، یعنی روز 2 ماه اپریل روز شنبه اولی ماه مبارک رمضان است. هر سال وقتی که ماه مبارک رمضان آمدن البته تراویح و ختم در بسیار مسجد ها ابتدا میگیرد، یعنی روز جمعه ما بیگاه تراویح میخوانیم و در مسجد های بعضی مسجد ها، البته در همه مسجد ها نیست، در بعضی مسجد ها که آنها شرایط دارند ختم قرآن عظیم الشان سر می شود. همچنین در جلسه شورای علما مبلغ زکات معین کرده شد که آن 35,000 سومانی مقرر کرده شده، از آن 875 سومانی زکات داده می شود. صدقه فطر موافق معیار شرعی به حساب گندم 7 سومانی و به حساب مویز 80 سومانی برای شخصانی که توانایی مالی بیشتر دارند معین کرده شد. دوم نصاب زکات هر سال معین کرده می شود، زیرا هر یک فردی که وی صاحب نصاب است، یعنی پول و مال دارد، باید زکات را دهد و نصاب زکات معین کرده شد. این هم باشد نفری که 35,000 سومانی پول دارد از همان 875 سومانی زکات می دهد برای البته کم بضاعتان و یتیمان و بیچارگان و دستگیری مردم با راهی یعنی دادن زکات است. و فدیه هست. فدیه اون کسانی که روزه داشتن نمیتوانند، یعنی آنها پیری برجامانده هستند یا بیماری های دارند که آنها بیماری های لا یرجا برؤه، یعنی بیماری درست نمی شود و هم برای هر یک روز 14 سومانی صدقه می دهند. اینا نامش رو فدیه می گویند. و صدقه فطر باشد هر سال معین کرده می شود. امسال موافق نرخ بازار، یعنی برای هر یک نفر 7 سومانی صدقه فطر یعنی زکات فطر است. روز اولین ماه شریف رمضان صبحانه یا خود دهانبندی ساعت 4:20 صورت گرفته افطار باشد از روی تقویم ماه شریف رمضان که شورای علمای دین در تاجیکستان تصدیق کرده است به ساعت 18:55 راست می آید. در ماه شریف رمضان ساکنان نه تنها روزه می گیرند بلکه به طاعت و عبادت بیشتر مشغول می شوند و اگر قهری باشند آشنا می گردند و خصلت های نیکی را در خود پرورش می کنند. گزارش مفنوش کرو نعیم جان ایوبов برای برنامه اطلاعاتی خبر.